سلام دوستان، این هم فعال جدید را به کانال تلگرام آپلود شد. فقط انبات دارد، برای اکانت اصلی امتر است، اما حتما آموزش را تا آخر ببینید. اگر مرحله را اشتباه انجام دهید یا ویدیو را کامل نبینید ممکن است اکانت شما بند شود. پس قبل از نصب آموزش را کامل تماشا کنید. آموزش این ویدیو کاملش رو داخل کانال یوتیوب ما هست، میتونی این لینک یوتیوب ما برویم ببینیم که آموزش کاملی رو. پس فایل ها رو میتونی از کانال تلگرام ما دانلود کنی و استفاده کنی. دوستان این آنتی وند که هست حتما بعد این فعال داشته باشه. اگر این داخل بازی که هست این فعال کنی، باز رو قطع کنی، قطع واسکی بشید در جا اکانت شما بند میشه. اول که این فعال کردین دیگه تا آخر که بازی میکنی اصلا خاموش نباید بشه، که خاموش در جا اکانت شما بند میشه. باید این فعال کنی. خب این برنامه است و هم فعالایشه که الان شما آموزش میدن. خب اینا رو بعد دانلود کنی، برنامه رو نصب کنید. تا آخر ویدیو آموزش نگاه کنید که کدام اشتباهی که کنی بند میشه اکانت شما. دوستان همین حالتی که من انجام میدم شما هم همین حالت انجام بدید، هیچ وقت بند نمیشه اکانت شما. دیگه اونجوری بعدم بازی نکنید دیگه. تابلو بازی کنی ریپورت زیاد بشه امکان داره بند یک روز هفته‌ای بشه، اما بالاخره 10 ساله نمیشه. و تا حالتی بازی کنی که کس متوجه نشه شما که چیزی داریم، زیاد ریپورت نخوریم. دوستا دیگه نیاز به توضیح نیست، تا آخرین ویدیو نگاه کنین دیگه، جای اشتباه نکنید. خب این دوستا این هم فعال شد. الان استارت میزنیم و تمام. از این برنامه دیگه خلاصیم، دیگه اصلا نباید خاموش بشه تا آخر که پابجی دیگه بازی نمیکنی، از بازی بیرون شدی بعد اینو خاموش کنی. خب میریم اول بعد فایلای پابجی را دانلود میکنیم از کانال تلگرام. اینا رو که دانلود کردیم میریم به پوشه دیتای پابجی میریم و اینا رو انتقال میدیم و تا آخر ویدیو باشیم دیگه، اشتباه نکنیم دیگه. لایک این ویدیو حتما فراموش نکنید. حتما کامنت نظرم بدین که ویدیو بعدی چی فعال باشه که انشالله که شما بگذارم.